پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که این 6 روزه ماه شوال روزه بگیره هر یک روزش ثواب 2 ماهه را داره. خواهش میکنم درباره روزه 6 روزه که بعد از رمضان میگیرن یک چیزی میگفتید. آیا پای در پای گرفتن در کار یا اینکه یک روز پس یا اینکه 2 روز پس هم اما امروز مردم ما مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است. این روزه 6 روزه که بعد از رمضان است، من امروز نگاه میکنم متاسفانه اکثر مردم روزه خور هستند. پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که این 6 روزه ماه شوال روزه بگیره هر یک روزش ثواب 2 ماهه را داره. کسی این 6 روزه گرفت گویا تمام سالش روزه دار گذرانده است. 6 روزه گرفتن ثواب 1 ساله روزه گیری را داره. اما امروز مردم ما مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است که امروز میگه من طاقت ندارم. سبحان الله، طاقت بندگی خدا را نداره. طاقت 8 ساعت و 10 ساعت در دنیا کار کردن نداره. طاقت رنج و مشقت دنیا را داره اما طاقت بندگی خدا را نداره. کشی چون گاو هر دم بار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا به عزمی بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. برادری بزرگوار، بنده های حقیقی پروردگار بنده های فرمانبردار هستند، پرهیزگارها هستند، روزگیرها هستند. یک برادر عزیز دیگر سوال کرده. سلام علیکم داملا. خب خواهش میکنم درباره روزه 6 روزه که بعد از رمضان میگیرن یک چیزی میگفتید. آیا پای در پای گرفتن در کار یا اینکه 1 روز پس یا اینکه 2 روز پس هم گیره میشود؟ اکنون برادر عزیز بزرگواری من، روزه 6 روزه که بعد از ماه رمضان است، البته این فضیلت ثواب کلان داره. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم در روایتی که امام مسلم روایت کردند از حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت فرمودند که من صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال کان کصیام دهری. هر انسانی که ماه رمضان روزه گرفت بعد از ماه رمضان 6 روز دیگر در دوام رمضان چسباند. از قفای رمضان یعنی وقت عید کرد، بعد از عید روز دیگر عید 6 روز دیگر یعنی از ماه شوال روزه گیرد. جناب پیغمبر گفتند ثوابش مثل این است که گویا همه سال روزه گرفته است، تمام سال روزه دار گذرانده است. یعنی هر یک روز شوال ثواب 2 ماهه را داره. هر یک روزی که انسان از ماه شوال روزه میگیره ثوابش ثواب 2 ماهه روزه گرفتن است. این حدیث مسلم است. اکنون سوالی که برادر کرده است که آیا پای در پای گیریم یا اینکه 1 روز 2 روز پس هم گیره میشود، شارحان حدیث همین لفظی که و تبعو در حدیث آمده است یعنی متابعت به معنای چسباندن پای در پای هم دلالت داره. تم بهترش همین است که انسان پای در پای گیره، به خاطر که در دوام روزه جسم و بدنش به روزه گرفتن عادت کرده است. بعد از عید اگر 2-3 روز خورد با براش یعنی دشوار و مشکل می شود طاقت کردن، شاید خود را منت کنه و بعد از آن یعنی ثواب کم گیره. به همین خاطر گفتن که هر انسان اگر توانست پای در پای گیره براش بهتر است. اما انسان اگر پای در پای هم گرفتن نتوانست، در دوام ماه شوال تا آخر ماه 1 روز پس میگیره، 2 روز پس میگیره، یعنی همین 6 روز گیره. ان شاء الله که از خداوند امید داریم که همین ثواب از خود میکنه. یعنی که بهترش پای در پای گرفتن است برادر عزیز. اما اگر انسان یعنی در دوام همین ماه هم تا آخر ماه گیره، ان شاء الله که از خداوند امید است که امو ثواب از خود میکند. امروز وقتی که ما و شما به سوی نماز عید می آمدیم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روایت دارند، حضرت می فرمایند که وقتی سحری عیدی یعنی رمضان می شود، عید الفطر می شود، الله رب العالمین ملائکه هایی که از جانب او مأمور هستند، خداوند برای اونها دستور داده است، اونها را در راه ها یعنی در سر راه انسان های روزداری که نماز می آیند در سر راه اونها بیرون می کرده است، امر می کرده است که
به سوی انسانهای روزدار خطاب کنن، یعنی فریاد کنن. اونها یک جمله میگفتن، اونها میگفتن که یا امت محمد صلی الله علیه و سلم، ای امتهای محمد، ای انسانهای روزدار امت محمد، اخرجوا الی رب کریم، خارج شوه، بیرون شوه از خانه ها برای به سوی پروردگار بخشنده تو، به سوی اون صاحبی که برای شما در برابر روزه گرفتگیتون وعده کرد که من خودم اجر و پاداش روزه را برای شما ادا میکنم، به سوی او پروردگار تو از خانه ها بیرون شوه. یعطی العطاء الجزیل و یغفر الذنوب العظیم. امروز الله بزرگوار برای شما یک پاداش، یک ثواب، یک اجر، یک مکافات خیلی بزرگ میبخشد. امروز پروردگار در برابر یک ماه محنت و زحمت و عبادت و اطاعتون، الله رب العالمین برای شما خیلی پاداشتی بزرگی میبخشد. و امروز الله بزرگوار گناههای بزرگی شما را میبخشد، گناههای خیلی گران و بزرگی که دوام 1 سال انجام داده بوده، اون گناه ها را امروز الله از شما میبخشد. یعنی که از جانب نماینده های الهی به سوی من و شما انسان هایی که نماز عید آمدیم این خطاب می شده است، این فریاد می شده است از خانه بیرون شوه. امروز روزی در خانه ماندن شما نیست، در خانه ششتن شما نیست، چون که اون ثواب بزرگی که الله بزرگوار گفت که بنده یعنی انسان فرزند آدم تمام عملهاش برای خودش میکنه. کل عمل ابن آدم له الا الصوم، تمامی عملهای فرزند آدم برای خودش هست مگر اینکه روزش. الله بزرگوار گفت مگر روزش فانه لی، روزه را برای من میگیره. انسان روزدار از خوردن خود را معن میداره، از نوشیدن خود را معن میداره، از شهوت خود را معن میداره به خاطر من. الله رب العالمین گفته که من خودم مزد و پاداشتی یعنی روزش خودم ادا میکنم. نماز، زکات، حج، خیر و سخاوت، ذکر و تلاوت، تمام عملها را مزد و پاداش اینها را ملائکه ها ادا میکنند. ملائکه هایی که مأمور هستند از جانب خداوند، برای اونها دستور شده است که مزد و پاداش روزدارها را ادا کنه. اما انسان روزداره ثواب روزش الله رب العالمین من خودم ادا میکنم. یعنی ثواب روزه بچنان بزرگ است، بچنان گران است، الله رب العالمین وعده کرده است که این کار من و بنده هست، این کاری هست که من خودم یعنی اجر و ثوابی بنده روزدار ما ادا میکنم. و روزی عید رمضان روزی هست که از همه سختترین و مصیبتترین برای شیطان روز عید رمضان است. از همه روزی یعنی مصیبت سخت، داغی سخت که میان شیطان این روز میشکنه و سر شیطان در زمین خم میکنه، این روز عید رمضان است. وقتی سحر روز عید رمضان میشده است، شیطان به چنان فیغانی میکرده که سرش در زمین میرسیده است. فرزندها در کنارش جمع می آمد، ای مادر به تو چی شد؟ چی بلا رسید به تو؟ این چی فریاد است؟ چی فیغان است؟ چی درد به جان تو آمد؟ شیطان علیه لعنه به سوی فرزنداش میگفت است که میانم شکست، قامتم شکست، مصیبت و داغ به بالام آمد. میگفتن ای مادر چی گپ است؟ چی شد؟ شیطان علیه لعنه میگفت است که الله رب العالمین تمام امتهای روزدار محمد صلی الله علیه وسلم گناهاشون بخشید. 1 سال محنت من، زحمت من، وسواس من، فریب من همه برباد رفت. 1 سال محنت کردم، اینها را از راه زدم، به سوی گناه کشاندم، از خدا دور کردم، در غفلت بردم، نوع گناه ها را انجام دادند. اما امروز
به خاطر اطاعت و فرمانبرداری ماهی رمضان الله گناهاشون بخشید. همه محنتی من، همه اون وسواسی همه برباد رفت. چقدر فیغان میکرده است، چقدر ناراحت میشده است. ببینی برادر از شما بدانه که این چی هست، برای چی خرسندی و شادی داری؟ تبریک برای تو باد ای شخصیت روزدار. خوشا به حال تو که این فضیلت، این ثواب این لحظه تو بهره ور شده ای، تو صاحب شده ای، نه اون انسانی که به نام مسلمان است و روزه میخورد. امروز شخصیت خرسندی و شادی داره. شخصیت امروز عید داره که از لحظه های این ماه استفاده بود. شبهای این ماه شب زنده داری کرد، نماز تراویح میخواند، تلاوت قرآن داشت، ذکرها داشت، روزانه روزدار بود. او شخصیت امروز خرسندی و شادی داره. او شخصیت امروز عید داره. البته هر انسانی رو میبینی امروز لباسی نو پوشیده به سوی مسجد می آید، اما همه این ثواب و بهره‌ور نمی شوند. همه از این ثواب با نصیب نمی شوند. همه این خبری خوش از خود نمی کنند. شخصیت از خود می کنه، شخصیت صاحب و بهره‌ور می شود که لحظه های این ماه نورانی را استفاده بود. این ماه شفاعتگر و دستگیری روز قیامت خودش گردانید. این ماه دیشب وقتی که ما همراه حضرت ایشان قاری دیگر قاری بچه ها الوداع میخواندن، یعنی به این ماه وداع کردیم، خیر و خوش کردیم، خوش آمدی گفتیم. این ماه از ما برفت. این رمضانه که این سال استفاده بردیم تا روز قیامت ما دیگر این نمیبینیم. اما وقتی که در حالتی دشواری و مشقت و مشکلی ما که تمام انبیای خدا، تمام صالحین و شهدا در محضر الله رب العالمین وجود اونها میلرزه و چقدر در خوف و ترس هستند برای جواب عملهاشون. اون لحظه این ماه رمضان دوباره در نزد ما حاضر می شود. اون لحظه برای دستگیری ما می آید، برای شفاعت ما می آید، برای غمخواری و پشتگیری ما می آید. جناب پیغمبر گفتند در روز قیامت الله بزرگوار ماه رمضان مجسم، یعنی جسم میگردانده است که دیگر دیدش می شود. امروز است که ماهش میگوی نمیبینیش. اون لحظه در نزد الله رب العالمین حاضر می شد، میگه ای پروردگار، این بنده تو غریب بود، این بنده تو مسافر و مهاجر بود، در غریبی بود، کار میکرد، محنت میکرد، زحمت میکشید، خسته بود، شلپر بود. اینها را در نظر نگرفته نماز تراویح مسجد می آمد، شبها تلاوت قرآن داشت، روزها روزدار بود. ای الله، به خاطر احترام من، به خاطر حرمت من، به خاطر قدردانی من این خود را از خوردن و نوشیدن و شهوت من داشت. ای الله رب العالمین، این بنده تا اختیارش در دست من بوده، اختیارش در دست من بوده تا اینکه من از دست ای گرفته برام میره داخل جنت کنم. اون جنتی که پیغمبر بزرگوار گفتن که روزدارها یک دری مخصوص دارن برای داخل شدن. ای الله، میفته من اجازت بوده تا اینکه از دست ای گرفته ای را برام از در جنت داخل جنت بگردانم، از این رنج و مشقت و عذاب و غمگینی قیامت خلاصش کنم، نجاتش دیم. چقدر اون لحظه انسان روزدار شاد و خرسند میشده، راحت میشده. دیگر بنده حقیقی خداوند شخصیتی هست که در برابر نعمتهای خدا را شکر میگه، هم میگه، نعمت خدا را میبینه و کوری نیست. و دیگرش الصائحون، صائحون مفسرین به معنای صائمون تفسیر کردند. بنده های حقیقی خدا شخصیت های روزگیرها هستند. روزه ماه رمضان روزه میگیرند، یا اینکه روزه نافله دارند، روزه دوشنبه و پنجشنبه که از جناب پیغمبر ثابت شده است این سنت بجا میارند. بنده نفس نگشتند که بگن یک روز تا بگاه من طاقت نمی کنم.